چطور تتوهای زلاتان ابراهیموویچ یهویی ناپدید شدن؟ سال 2015 بود که زلاتان ابراهیموویچ همه رو غافلگیر کرد. توی بازی مقابل کین بعد از اینکه یه گل زد پیراهنش رو در آورد. همه دیدن که بدنش پر از تتو شد. تو اون لحظه هیچکس از این تتوها خبر نداشت. حالا داور بهش کارت زرد داد و زلاتان مجبور شد بازی بعدی رو از دست بده. اما بعدا معلوم شد که این حرکت زلاتان یه دلیل خاص داشت. وقتی دیدن تتوها دیگه نیستن ازش پرسیدن ماجرا چی بوده. زلاتان توضیح داد که اون تتوها موقتی بودن. هدفش جلب توجه به مشکل گرسنگی و سوء تغذیه دنیا بوده. اسم 15 نفر واقعی که از گرسنگی و سوء تغذیه رنج می‌بردن رو روی بدنش تتو کرده. اما این کار نمادی از 85 میلیون نفری بود که توی سراسر دنیا با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنن. اگه فکر کنید این حرکت زلاتان واقعا فوق‌العاده بود، ویدیو رو لایک کنید.